امروز اومدم با یه مثال ساده برم سراغ استراتژی پترن. فرض کنید توی پروژه ای کامرسی ازم خواسته میشه که هزینه ارسال رو محاسبه کنیم و به کاربر بگیم. بعد بهمون میگن که ما هزینه ارسال اینجوری محاسبه میکنیم. اگر کاربر استاندارد رو انتخاب کرده بود یه الگوریتم پیاده کنیم. اگه اکسپرس انتخاب کرده بود یه الگوریتم. اگرم اومده بود گفته فردا میخوام محصول به دستم برسه یه الگوریتم محاسبه کنید و بهش هزینه ارسال بگید. ببین ما توی کیسی که داریم قراره که با یه سویچ کیس بین این که کاربر چه چیزی رو انتخاب میکنه یه الگوریتم محاسبه کنیم و بدیم. استراتژی پترن توی این مواردها وارد کار میشه. یعنی ما جاهایی که الگوریتم‌های مختلف داریم بعد قراره با سویچ کیس بینشون حرکت کنیم و اون الگوریتم رو حالا پیاده کنیم و نشون بدیم و کاری که می‌خوایم انجام بدیم. توی این حالت میایم از استراتژی پترن استفاده کنیم. بریم یه مثال خیلی این مثالی که گفتم ما تو حالت معمولی که داریم پیاده می‌کنیم ببینیم، بعد بریم از استراتژی پترن استفاده کنیم. خب برای اینکه این حالت رو پیاده کنیم، کاری که من انجام دادم اینه که یک سرویس نوشتم به اسم شیپینگ کلکیولیتر که 3 تا متد داره. متد اول حالت استاندارد رو پیاده می‌کنه، متد دوم حالت اکسپرس، متد سوم حالت نکست دی پیاده میکنه. الگوریتماش هم توی متدا نوشتم. بعد چطوری پیادهش میکنم؟ میرم تو پروگرامم یه سویچ کیس میذارم، میگم اگه استاندارد بود متد استاندارد رو صدا بزن، اگه اکسپرس بود متد اکسپرس رو صدا بزن، اگه نکست دی بود متد نکست دی صدا بزن. خب این یه مسئله‌ای که داره، این که اگه فردا بیان یه حالت دیگه بهم بگم باید برم دوباره اون سرویس رو دست بزنم یه متد دیگه بهش اضافه کنم. خب اصل او سالیدو اینجا دارم زیر فام میذارم. چیکار کنیم؟ بیایم بریم از استراتژی پترن استفاده کنیم. پیاده سازیش واقعا ساده است. کاری که میخوای انجام بدی اینه که تو قدم اول یک اینترفیس تعریف کنیم به اسم آی شیپینگ استراتژی که یه متد داره به اسم کلکیولیت شیپینگ کاست. این اینترفیس و کلاس هایی که میخوان این الگوریتم های مختلف رو داشته باشن ایمپلمنتش میکنم. مثلا تو حالت استاندارد من ایمپلمنتش میکنم، توی این متد الگوریتم استاندارد رو میذارم، تو حالت اکسپرس الگوریتم اکسپرس رو میذارم داخل این متد و توی حالت نکست دی هم الگوریتم نکست دی. تمام کاری که اصل کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینطوریه. فردا هم اگه بهمون یه حالت دیگه بگم فقط کافیه یه کلاس جدید تعریف کنیم، از این اینترفیس ایمپلمنت کنیم. این قدم اولش بود. قدم دوم چیه؟ قدم دومیه که من برم داخل اون کلاسی که اون یعنی سرویسی که میخوام ازش استفاده کنم دیگه الان به اینا احتیاجی ندارم. کاری که میخوام انجام بدم اینه که بیام اون اینترفیس رو اینجا اینجکت کنم و یه متد داشته باشم به اسم حالا کلکیولیت شیپینگ کاست که قرار اون کلکیولیت شیپینگ کاستی که داخل اون استراتژی پترنه اینجا کال بشه. این اصل ماجرا. حالا صدا زدنش چطوری میشه تو کال کردنش؟ حالا تو پروگرام دیگه من نمیام از این استفاده کنم. کاری که انجام میدم اینه که اون سویچ کیس رو این دارم پاک کنم، اون سویچ کیس رو به همون حالت قبلی صدا میزنم. حالا هر حالتی که بود، یعنی اگه حالت استاندارد بود من کلاسی که باید به این شیپینگ کلکیولیتر به این سرویسم پاس بدم اون کلاسی میشه که قراره اون الگوریتم رو پیاده کنه. مثلا تو حالت استاندارد من استاندارد شیپینگ استراتژی رو به شیپینگ کلکیولیتر پاس میدم، تو حالت اکسپرس شیپینگ استراتژی، تو نکست دی هم نکست شیپینگ استراتژی رو پاس میدم. به همین راحتی میتونیم ازش استفاده کنیم. امیدوارم به دردتون خورده باشه.